حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. بسم الله الرحمن الرحیم. صیغ تراژدی زنان نگونبخت تشیع، هیولای شهوت سردمداران آخوندی رافضی که از این دد صفتان افعیهای شهوترانی ساخته که برای نیل به امیال غریزی حیوانیشان زنان سیاه بخت را دستخوش آلودگی بسترهای حرام خود می کنند. اما تعجب آور این که با الفاظ و الغاز بازی می کنند و این عمل حرام را در نظرشان حلال جلوه می دهند. بدین معنا که آخوند شیطان صفت رافضی اگر زنی برای حل مشکلش به ایشان مراجعه کند، چون تمام پست های حکومتی را به ناحق در قبضه خود دارند، لذا برای اجابت طلب آن زن به ایشان پیشنهاد همبستری می دهد و وانمود می کنند این کار آنقدر اجر و ثواب دارد که رضایت خدا را به همراه دارد و آن زن به تصور این که این عمامه به سرها نائبان خدا در زمینند، لذا این عمل شرم‌آور را فی سبیل الله و قربتا الی الله می پندارند و با این پندار غلط اسیر دعوت‌های ثواب نمای شیطانی آخوندها می شوند و یا اینکه از سوی دیگر زنان را محتاج نان شب می کنند تا از لابلای این فقر نیل به اهداف پلیدشان به آسانی محقق شود. لذا می بینید یکی از به اصطلاح روشنفکران این مجموعه می گوید فاحشه را خدا فاحشه نکرد، آنان که نان تقسیم می کنند او را محتاج نان ساختند که هرگاه محتاج هم آغوشی شدند به نانی او را بخرند. از یک آخوند عمامه به سر سوال شد حاج آقا، شما که طرفدار صیغه و ثواب آن هستید، آیا اجازه می دهید دختر شما صیغه شود تا ثوابی نصیبش گردد؟ با وقاحت و ترفند شیطانی مخصوص خودشان گفت دختر من بچه است، همش 4 سال دارد. انگار که بچه 4 ساله بزرگ نمی شود، تازه بزرگ هم نشود. خمینی شما که تفخیذ ربیعه را جایز می داند که به خاطر درد دلم از این مطلب قادر به تفکیکش نیستم. و نیز میگویند صیغه آنقدر اجر و ثواب دارد که صیغه کننده با هر بار صیغه مرتبت و منزلتش در پیشگاه خدا بالا و بالاتر می رود. بدین معنا که اگر فردی یک بار صیغه کند به شأن و منزلت امام حسین دست خواهد یافت و اگر 2 بار صیغه نماید به مقام شوکت و شأن امام علی می رسد و اگر 3 بار صیغه کند به مقام رسول الله می رسد. اول اینکه ننگ و نفرین بر شما که مقام رسول الله و داماد عزیزش و نوه گرامیش را این گونه با همخوابی های غیر قانونی و بسترهای حرام می سنجید. دوم اینکه اگر کسی 4 بار صیغه کند از دید شما به چه مقامی دست خواهد یافت؟ در عصر قدیم در چین اگر زنی تخم مرغی را بشکند او را می کشتند و زن را فقط ملعبه بسترهای حرام خود می دانستند و نیز در آیین مجوسیت اگر زنی دچار عادت ماهانه می شد او را سر می بریدند. اسلام آمد به چینی ها فهماند بالغاه مرغ و خروس تخم مرغی پدید می آید و اما اگر زنی کشته شد نمی توان به او زندگی دوباره بخشید و اصولا کشتن هر انسانی به ناحق جایز نیست. و نیز اسلام به آتش پرستان شیوه طهارت را درس داد که با آب طهارت ها پدید می آید که این دوره دموی برای صحت و سلامت زن برای زایمان لازم است و بعد از آن دوره استحمام طهارت زن را باعث خواهد شد. بر مجوس و کمونیست گله‌ای نیست چون نامسلمانند، لکن الان با وجود این که قرنها از آمدن اسلام می‌گذرد مسلمان نماهایی هستند که زن را بازیچه تمایلات نفسانی خود می‌کنند. خورده می‌گیرند که جاهلیت دختران را زنده به گور می‌کردند. این زنها همان دخترهایی هستند که اگر زنده به گورشان می‌کردید خیلی سزاوارتر از این که به این شکل فجیع و توجیه شده و به زعمتان ثوابدار دامنشان را لکه‌دار کنید. کرامتشان را به بهای اندک در معرض بیع و شرا قرار می دهید
و حتی آنها را مدیون خود می‌دانید که بسی اجر و ثواب نصیبشان می‌کنید. ننگ بر شما که از علی رضی الله عنه فقط نامش را دکوری جار می‌زنید. یک سری قوانین در پیشینیان جاری بوده، مثل جمع بین الاختین، یعنی دو خواهر به همسری اختیار کردن، لکن بعدها این قاعده کنسل شد و نیز شرابخواری رایج بود و بعدها حرام شد. این دلیل نمی شود که انسان بسیط الذهن العیاذ بالله بر الله متعال ایراد بگیرد که من هم می خواهم این کارها را بکنم و برای خودش فتوای اجازه صادر کند. اگر الله متعال تمام قوانین را یک جا بر بشر عرضه می داشتند، چه بسا آدمیزاد تاب و تحمل قانون مداری به شیوه صحیح را نخواهد داشت. لذا الله متعال از سر فضل کرمش پاورچین قوانین الهیش را سمت و سوی تکامل بخشیده تا رسید به جایی که با قاطعیت فرمودند الیوم اکملت لکم دینکم. حالا آدمیزاد لجود، چرا گردن نمی نهی؟ چرا امورات حرام و منع شده الله متعال را حلال می کنی؟ کجای قرآن مبین آمیزش نامشروع را صیغه یا متع نام نهاده و مجوز انجامش را داده؟ حتی بر کسانی که قدرت ازدواج ندارند فرموده فلیستعففوا، یعنی عفت پیشه کنند تا الله متعال از در رحمت و کرمش دری به رویشان باز کند. و قطعا الله متعال در حق هیچ بنده‌ای ظلم و ستم روا نخواهد داشت. مگر نمیگویید که امام علی علیه السلام فرموده آنچه را که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند و آنچه را که بر خود میپسندی برای دیگران بپسند. شما که ناموس مردم را به اسم صیغه تاراج می کنید، حرمت خانواده ها را می شکنید، پیوندها را گسسته می کنید و این را ثواب و اجر و عظمت دنیا و آخرت می دانید، پس بگذارید زنهایتان و دخترهایتان هم از این اجر بی نصیب نمانند. هان سرتان را به زیر می گیرید. واقعیت تلخ است. بازار حراجی شرف را انداخته اید. خب اگر از این آمیزش های نامشروع و ارتباط های حرام بچه‌ای پدید آید، تکلیفش چیست؟ پدرش چیست؟ چون شما 2 نفر 3 نفر زنهای نگونبخت را ساعتی و نیم ساعتی صیغه می کنید. و جالب این که هر جا مراسمات عزاداری باشد می بینید که این ارتباط های شیطانی هم بیشتر است، حتی تا جایی که شرکت مخابراتی ایرانسل اذعان داشته در دهه محرم فروش شارژ پولی در 10 شب معادل 3 ماه فروش در ماه‌های دیگر است. یعنی این همه آدم که مدیر و مهندس و تکنسین تشریف دارند، کارهایشان عقب مانده و در این 10 شب به دنبال رتق و فتق امورات خود هستند. نه بابا جان، این تلفن ها و زنگ ها در این 10 شب مکالمات حرامی هستند که قرار و مدار نام دارد. زن عذری توجیه پذیر برای خروج از خانه دارد که میخواهم بروم مراسم عزاداری به خود مرد که همچنین قراری را برای خود ترتیب داده و با این تصور کسی نیست که مچش را بگیرد. هر کدام در مجلس عزایی مشغول عزاداری میشوند و در راستای سفارش علمایشان که جمعیت شیعه کم است مبادرت به ازدیاد و کثرت جمعیت تشیع می نمایند. هر آنچه گفتم نظر شخصی من بود و من الله التوفیق. جزاکم الله خیر. تشکر برادر عزیز. زنده باشید. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا